سلام علیکم. با شما شوکت محمد هستم و برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز پیشکش شما می گردد. سرخط خبرها: معمای سردی مناسبت بین تاجیکستان و ترکمنستان. چرا جانب‌ها کوشش نمی کنند تنش‌ها از بین رود؟ تاجیکستان به بازار فروش عضوهای انسان تبدیل می شود. جایزه بین المللی فیض نصاب واحد و تأسیس شد. ترکمنستان از 1 فوریه سال 2019 بی آگاهی پیشکی حرکت ماشین ها و واگن های بارکش تاجیکستان را در قلمروش منع کرده است. در نتیجه 10 ماشین بارکش تاجیکستان در گذرگاه سرخس در مرز ایران و ترکمنستان و فراب در سرحد ازبکستان و ترکمنستان در مانده اند. تا حال مقامات ترکمنستان سبب این را شرح و ایضاح رسمی نداده است و هم به وسایل نقلیه تاجیکستان اجازه عبور از قلمرو خود را نداده است. باید گفت که بستن راه هنوز ماه سپتامبر سال گذشته آغاز یافته بود. اکنون نزدیک به 9 ماه است که این مسئله حل خود را نیافته است و برعکس پیچیده تر می شود. مقامات تاجیکستان هم هیچگاه شرح نداده اند که چرا مناسبات کشور با ترکمنستان به این حال رسیده است. بنابر عدم توضیح از جانب حکومت تاجیکستان در این باره شک و گمان ها خیلی زیاد شده اند که در این باره بدتر خواهیم گفت. سهراب میرزازاده معاون اول وزیر نقلیات تاجیکستان روز 17 ایول در نشست خبری در شهر دوشنبه گفت که جانب ترکمنستان به درخواست و نامه‌های این وزارت در مورد شرح سبب‌های ندادن اجازه به عبور وسایل نقلیات تاجیکستان پاسخ نداده است و وزارت نقلیات مجبور شده است برای حرکت وسایل نقلیه کشور سمت‌های الترناتیوی را جستجو کند. فعلا بربرهای تاجیکستان توسط سمت‌های جدید آذربایجان و یا جمهوری داغستان روسیه تا به قزاقستان آمده، سپس توسط ازبکستان و یا قرقیزستان به تاجیکستان وارد می شوند. اما با این طریق بارکشانی توسط آذربایجان که از بندر باکو و بحر کسپی گذشته تا به قزاقستان می رسد، نسبت به راه بسته ترکمنستان تقریباً 2900 کیلومتر دراز است و خرج بیشتر دارد. چون ترکمنستان حق عبور از قلمروش را به بارکشانهای تاجیکستان نمی دهد، تاجیکستان انتخاب دیگر ندارد. راه دیگر توسط افغانستان باشد به دلیل ناامنی و مشکلات فراوان امنیتی در این کشور برای بارکشانی مساعد نیست. علاوه بر این به علت مشکل عبور و مرور از طریق قلمرو ترکمنستان، قطارهای شرکت راه آهن تاجیکستان بدون وارد شدن به خاک ترکمنستان توسط ولایت مختار قراقلپاکستان، قدوقلی ازبکستان از روسیه و کشورهای دیگر به تاجیکستان وارد می شوند. اما طبق معلومات خودروهای کشورهای دیگر از جمله قرقیزستان یا ازبکستان بدون مشکل از ترکمنستان عبور می کنند. مقامات ترکمنستان تنها به خودروهای تاجیکستان اجازه عبور نمی دهند. برخی منابع گفتند که احتمال دارد راهبندی ترکمنستان محض به بارکشانهای تاجیکستان با مشورت ایران صورت میگیرد که تاجیکستان با ایران 3 سال آخر رابطه های سرد و مشکل سیاسی دارد. ولی مقامات ذی‌دخل ایران گفتند که در قضیه بند ماندن بارهای تاجیکستان در ترکمنستان دست ندارند. دیپلمات های ایران بر این نظرند که حکومت جمهوری اسلامی با تمام کوشش از پی خوب شدن مناسبات با تاجیکستان هستند، هرچند این کار ساده هم نیست. برای رسیدن به سطح آرمانی روابط یا دست کم بازگشت به مناسبت‌های حسنی تا سال 2012 که بیش از 50 شرکت ایرانی در تاجیکستان فعال باشند، هزاران دانشجوی ایرانی در تاجیکستان تحصیل کنند، صدها دانشجوی بورسیه تاجیکستان در ایران تحصیل کنند، قطارهای پر از کالا از مبدأ تاجیکستان در مسیر ازبکستان و ترکمنستان به ایران بیاید و از ایران به تاجیکستان برود، تا جایی که هر بار تجاری 1 تا 2 ماه در نوبت برای استفاده از خط آهن قرار داشته باشد، یا اینکه 4 پرواز مستقیم هفتگی کفاف مسافران میان دو کشور ندهد. به خیلی کار و ابتکار نیاز دارد. ممانعت ها در حال رفع شدن است.
اما مسیر رسیدن به سطح مطلوب رابطه ها بسیار طولانی است. باید گفت در این راستا حتی ایران به تاجیکستان پیشنهاد کرد که برای حمل و نقل بارهایش توسط آبهای بین الملل پارچه زمین در بندر جابهار را به اجاره گیرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران توضیح داده بود که بندر جابهار می تواند موافق ترین و ارزان ترین راه انتقال بارهای تاجیکستان شود. اما برای استفاده بندر جابهار نیز حتما تاجیکستان باید از ایران مال و کالایش را یا توسط ترکمنستان به تاجیکستان وارد کند و یا توسط افغانستان. اینجا سوال به میان می آید چرا ترکمنستان عهدهداری‌های خود را اجرا نمی کند؟ قوانین بین المللی درباره راه‌های ترانزیت را نقض می کند. اما جانب تاجیکستان آرامانه بدون هیچ دعوای راه دیگر می جوید. کمترین کوشش برای گفته شنید درخواست میانجیگری از جامعه بین المللی را نمی کند. سرد شدن مناسبت‌های بین تاجیکستان و اشخاباد از سال 2016 آغاز می‌یابد پس از یک حادثه‌ای که یاوری سفیر تاجیکستان در اشخاباد با نام غالبشاه قیومов دستدرازی به ناموس یک دانشجو دختری ترکمن می‌کند که این باعث سرد شدن مناسبت‌های بین اشخاباد و دوشنبه می‌گردد. غیر از این کارمندان سفارت تاجیکستان در اشخاباد سوءاستفاده از ایمنیتت دیپلماتی خود دست به نشرجلبی میزنند که از جانب مقامات دخلدار ترکمنستان هنگام بازجویی کردن автомашин آنها مواد مخدر با مقدار مخصوصاً کلان دریافت میکنند. و غیر از این یک حادثه دیگری که سال 2018 صورت گرفت این هم باشد رشوه‌ستانی کارمندان کنسولگری تاجیکستان در اشخاباد از شهروندان ترکمنستان که دانشجوهایی که به تاجیکستان سفر میکنند از آنها مانع‌ها ایجاد میکردند و از آنها رشوه میستانیدند و این باعث شد که در کنسولگری تاجیکستان برای دریافت کردن ویزا یک چند روز بایستند نوبت پایی بکنند و این باعث مرگ یکی از والدان دانشجویی شد که در نزد این کنسولگری می ایستادند و در نتیجه همین زیر آفتاب ایستادن این والدان این یک نفر دانشجو به هلاکت رسید و این از اینجا باز هم مناسبت ها سردتر شد و در جواب همه عملکرد تاجیکستان حکومت ترکمنستان یک مانع را برای گذاشتن مال و محصولاتی که به تاجیکستان تعلق دارد مانع ایجاد کرد و حکومت تاجیکستان نمیتواند که در برابر همه اون مشکلاتی که در ترکمنستان ایجاد کرد در برابر همه آن که زبان کوتاهی دارد پیش حکومت ترکمنستان نمیتواند مسئله رو مطرح کند و از طلبات هایی که بین شهرنامه بین دو دولت صورت گرفته است نمیتواند از طلبات های آنها گوید چون که خودش متهم است خودش علیه قانون رو ویران کرده است خودش دست به جنایت ها زده است و نمیتواند که از حکومت ترکمنستان پرسان کند که شما برای گذاشتن راننده های تاجیک یا اینکه автомашин هایی که به تاجیکستان تعلق دارند مال و محصولاتشان اجازه دهید. اکنون اینجا باید قید کرد که هیچ کشور سومی مجرم سرد شدن مناسبت بین تاجیکستان و ترکمنستان نمی باشد. بین این دو کشور حتما سردی به میان آمده اما با چه سبب هیچ جانبه شرح نداده است. تنها از آن که امسال ترکمنستان زیاده از 1000 نفر دانشجویان ترکمن را از ادامه تحصیل در تاجیکستان محروم کرد دانسته می شود که به طور جدی و قابل ملاحظه مناسبت ها سرد شده اند. در حالی که وزیر کشاورزی تاجیکستان سبب بالاروی قیمت گوشت را از بهتر شدن شرایط زیست مردم می داند مردم به فروختن گوشت خودش آغاز کرده است. انیقترش تاجیکستان به یک بازار فروش عضوهای انسان مبدل می شود. تنها یک اعلان نشر کرده سایت تاجیکستان تایمز بزرگی فاجعه رسیده به کشور را نشان داده است. این سایت درباره امید عبدالله و 29 ساله ساکن ناحیه یاوان مادر 4 فرزند نوشته است
که میخواهد برای طبابت پدرش یک گرده اش را فروشد. پدرم قبلا 200 تومانی نفقه میگرفت، اما چند مدت از همین نفقه ناچیز هم تماما محروم ماند. با کوشش آوارگی های زیاد دوباره نفقه پدرم را برقرار کردم. عین حال این پول برای طبابت کردن یک طرف ایستاد، حداقل برای روزگذرانی نمیرسد. از همین سبب برای طبابت پدرم میخواهم یک گرده‌ام را به فروش گذارم تا شخصیتان خاندانمان را از دامن مرگ نجات بخشم. سایت تاجیکستان تایمز هم با آوردن رقم تلفن امیده نوشته است خواهشمندان میتوانند برای خرید گرده‌اش با او در تماس شوند. البته این حادثه را میشد یک حالت استثنایی تعریف کرد اگر شرح‌های زیر آن نمی بودند. در زیر این خبر 23 نفر دیگر اکثرشان با آوردن رقم تلفن یا نشانی الکترونیشان اعلان کرده اند که میخواهند گرده‌هایشان را فروشند. یکی از این فروشنده ها نوشته است اگر خریدار گرده نباشد آماده است مغز استخوانش را فروشد. 8 نفر دیگر آمادگی خریداری گرده ها را کرده اند. یک نفر حتی نرخ آن را مقرر کرده است. او نوشته است به ما یک گرده لازم است. گروه خون یکم کسی داشته باشد نویسد، زنگ میزنیم، نرخش $6000، دیگر پول زیادتی نداریم. یک نفر دیگر میخواهد عاجلا گرده اش را فروشد تا مادرش را در خارج طبابت کند. او می نویسد بسیار تعجیلی است. با این مبلغ میخواهم مادرم را در خارج طبابت کنم. خواهش میکنم بسیار تعجیلی. با مشاهده بسیار شدن گرده فروشان تخمین زدن این که شمار عمومی آنهایی که میخواهند عضوی از بدنشان را به خاطر مشکلی مالی بفروشند به دهشت میآورد. متاسفانه شهروندان تاجیکستان تنها در کشور به فروش عضوهایشان اقدام نمی کنند. در خارج از کشور به خصوص روسیه نیز گاه چنین اعلانهای دیده می شود که تاجیک بنابر مشکلات مالی می خواهد گرده اش را فروشد. برای مثال ماه قبل حامی حقوق مقیم روسیه عزت امان نوشته بود زن صاحب 2 فرزند می خواهد گرده هایش را فروخته برای فرزندانش خانه خرد تا در کوچه نمانند. او گفته بود 15 سال در مسکو کار کرده نتوانسته است برای خرید خانه پول ذخیره کند. در همین حال طبق اطلاع مرکز مطبوعاتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی تاجیکستان از زمان آغاز فعالیتش در مرکز ملی علمی پیوند عضوهای انسانی 612 عمل جراحی پیوند عضوها گذرانیده شده است. تنها در 6 ماه سال جاری 56 جراحی پیوند گرده ها و 6 جراحی پیوند قسم های جگر عملی گردیده است. همچنین 10 جراحی پیوند مغز استخوان. همچنین در مؤسسه دولتی بیمارخانه کلینیکی جمهوری ناحیه دنغره تا امروز 73 جراحی پیوند عضوهای انسانی گذرانیده شده است. معلوم نیست این عضوهای پیوند شده از کجا دسترس شده اند. وزارت در این باره گزارش نمی دهد. عادتاً عضوی بدن از نفران ضمن صدمه ها فوتیده در ساعتهای اول مرگ گرفته می شود. اما چون در تاجیکستان رایج نیست که افراد صدمه دیده را به مردهخانه برند و خانواده هایشان هم اجازه گرفتن عضوهای آنها را کم تر می دهند، معلوم نیست این 2 مرکز عضوهای انسان را با چه راه دسترس می کند. طبق بعضی معلومات های تصدیق نشده اساساً چون دانار عضو محبوسان زندان های تاجیکستان استفاده می شوند. مرگ محبوسان در کشور کم نیست و بیشتری محبوسان کشته شده بعد جراحی در مردهخانه بدون عضوهای داخلی به پیوندانشان سپارده می شوند. آخرین مثال این محبوس هلاک شده ضمن انتقال از خوجند به دوشنبه صالح افنک قدم گلمرادوف است که طبق اطلاع نزدیکانش بعد 5-6 ساعت فاجعه جنازه اش را به آنها تسلیم کرده اند، اما عضوهای درونیش گرفته شده بودند. خود تصور کنید در جزئی ترین ساحه ها همین سیاست اجازت نامدهی، یعنی اجازت نامدهی که در تاجیکستان وجود دارد در جزئی ترین ساحه ها به رشوه یگان اجازت نامه به یگان کارخانه نمیدن. طبیعی است که همین نفرانی که همین اجازت نامه رو به چنین جراحی گرفتن البته که
در سطح بالاترین پشت و پناه دارند. طبیعی است که این اجازت نامگیرها خیلی بالا تر از شاید پرокурор گنرالی هم پشتیبان دارند، یعنی اینا را تفتیش کردن خیلی محال است. و در این حالت همین آدم گمشوی های در تاجیکستان، این قتل ها در زندان ها بود، این همه صدمه ها در راه و مرده ها رو تحویل دادن به خویشاوندان بعد چند روزه و با اصرار ورزیدن که اونا رو نکشوده به خاک سپارید. یعنی این باعث خیلی نگرانی است و در چنین دولت هایی که در آن قانون میورین وجود ندارد، در چنین دولت ها دست زدن به چنین جراحی ها این خودش از نگاه من جنایت است، چون هیچ کسی کنترل کرده نمیتواند که از کجا این عضو پیدا می شوند، چه رقم پیدا می شوند و با کی و با چه نرخی و چه قیمت فروخته می شوند. طبق معلومات وزارت تندرستی، قیمت پیوند گرده در مرکز ملی علمی پیوند عضوهای انسانی 48,000 سامانی معادل $5,000 و قیمت پیوند جگر 118,000 سامانی معادل $12,500 را تشکیل می دهد و همین گونه تاجیکستان یکی از ارزانترین بازار عضو انسان در جهان است. اکنون مختصر از دیگر خبر و رویدادها همکارمان صفیه واحدова به شما گزارش می دهد. انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اتحادیه اروپا با نشر بیانیه از تأسیس جایزه فیض نیسا واحدова خبر داد. در بیانیه آمده است جایزه در وزارت عدلیه جمهوری لیتوا دیروز 16 ایول به قید گرفته شده است. جایزه به فعالان در جاده‌های دفاع از حقوق بشر، ترویج رشد تحملگرایی و همزیستی مذهبی و قومی، رشد صاحبکاری، دفاع از حقوق اقتصادی شهروندان، رشد مطبوعات آزاد و دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران سپاریده خواهد شد. گفته شده است هر کسی که یکی از شرط‌های نام برده را دارا باشد، نام و نسبش همراه با کارنامه مختصرش تا سنه 20 آگوست سال 2019 به پست الکترونی wahidova@gmail.com فرستاده شود. لازم به یادآوری است که نامزدهای پیشنهاد شده توسط کمیسیه ارزیابی و تشخیص برندگان جایزه بررسی و ارزیابی می شوند. از میان آنها شایسته ترینشان انتخاب شده در روز مقرر جایزه به او اعطا می گردد. تمام طلبات برای به دست آوردن جایزه در آیین نامه جایزه فیض نیسا واحدова آورده شده است. متن آیین نامه در پایگاه پیام قابل دریافت است. در دستگاه پرزیدنت اوکراین احتمال ملاقات نوی ولادیمیر پوتین و ولادیمیر زلنسکی را شرح دادند. معاون رئیس دستگاه پرزیدنت اوکراین وادیم پریستایکو در این باره خبر داده افزود که تاکنون جانب‌ها درباره زمان برگزاری ملاقات موافقه نکردند. یادآور می‌شویم که نخستین گفتگوی سروران کشورهای روسیه و اوکراین شام 11 ایول توسط تلفن صورت گرفته بود. سخنگوی پرزیدنت روسیه دمیتری پسکوف گفته بود که ضمن صحبت تلفنی کشورداران از جمله وضع مناطق جنوب و شرق اوکراین و بازگردانی محکوم شدگان هر دو جانب را بررسی کردند. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز سه‌شنبه تصمیم گرفت که به انقره ضربه‌زن‌های زمانوی آمریکایی F-35 فروخته نشود. این تصمیم در پاسخ به انتقال بخش اولی سیستم موشکی روسی S-400 به ترکیه گرفته شد. قرار منع فروش 116 هواپیما را در واشنگتن منتظر بودند، ولی دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا از دادن واکنشی رسمی در این زمینه تا اظهارات پرزیدنت خودداری می‌کرد. پنتاگون نگران است که اگر هواپیماهای F-35 به ترکیه برسند، روسیه با کمک رادار S-400 می‌تواند معلومات مهمی را درباره نظام مجهزسازی ضربه‌زن‌ها به دست آورد. وزیر دفاع آلمان اورسولا فون در لاین رهبر کمیسیه اروپا انتخاب شد. در این باره نشریه پولیتیکو خبر داد.
урсула фон дер ляйен дар ин мақом жан-клода юнкерро иваз мекунад ва корро аз 1 ноябри соли равон оғоз хоҳад кард. вай нахустин зане шуд ки мақомоти иҷроияро дар иттиҳоди аврупо раҳбарӣ мекунад. ӯ ҳамчунин аввалин зане буд ки вазири дифои олмон таъин шуд. урсула фон дер ляйен 17 июли соли равон аз мақоми вазирии дифои олмон канор хоҳад рафт. ба ҷонибдорӣ аз номзадии урсула фон дер ляйен ба мақоми раҳбарии комиссияи аврупо 387 вакил рай дода 327 каси дигар зид баромаданд. اینجا نهایت برنامه امروزی ماست و من با شما خداحافظی میکنم. برنامه های رادیویی ما و مطلب های ما را در پایگاه پیام.net و شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. انتظار پیشنهاد و ملاحظه ها و همکاری های شما هستیم. سربلند و پیروز باشید. خیر تا روزی دیگر.